سرتون رو پایین نگه دارید. این کار سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. چشماتون رو از نگاه به نامحرم حفظ کنید تا شیرین ایمان رو در قلبتون احساس کنید. تو این دوره پایین نگه داشتن این سر کار ساده‌ای نیست، اما هر چقدر کارتون در این خصوص دشوارتر باشه، پاداشتون هم بیشتر خواهد بود. خداوند در سوره نور خطاب به آقایون می‌فرمایند: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو که چشمای خودشون رو از نظر به نامحرم حفظ کنن. بنابراین ابتدا وظیفه مرداست که نگاه خودشون رو نگه دارن و مسئولیت رو از روی دوش خودشون برندارن. این مسئله تنها مختص آقایون نیست و خداوند بلافاصله در آیه بعدی فرماید: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به زنای مؤمن هم بگو که چشمای خودشون رو از نگاه به نامحرم حفظ کنن. این آیه مسئولیت بیشتری رو روی دوش خانم‌ها قرار میده. با اینکه ابتدا مردها باید نگاه خودشون رو پایین نگه دارن، خانم‌ها هم همین وظیفه رو دارن، اما خداوند در ادامه همین آیه می‌فرماید: ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. و به علاوه باید زیبایی‌ها و نعمت‌های زیبایی که خداوند به صورت ذاتی در وجود اونها قرار داده رو از مردای نامحرم بپوشونن و به اصطلاح جلوه‌گری نکنن، مگر اون چیزایی که طبیعتاً پیداست که مقصود گردی صورت و دست‌ها تا مچ دسته. بنابراین آقایون در خط مقدم حفظ نگاه هستن و خانم‌ها هم مسئولیت بیشتری برای حفظ جامعه از فساد دارن. وقتی کسی رو برای یه لحظه و ناخواسته می‌بینید و با تمام وجود می‌خواید که دوباره نگاه کنید، اما ترس و محبت خداوند باعث میشه که نگاهتون رو پایین نگه دارید، اون موقع است که شیرینی ایمان کم کم توی قلبتون پدیدار میشه. بیایید در این ماه مبارک بیشتر به این عادت‌های زشت بپردازیم و آنها رو به کلی ریشه‌کن کنیم. اون موقع است که لذت ایمان در قلبمون پدیدار میشه، وگرنه انجام فرائض به تنهایی نمیتونه از شما یه فرد کامل بسازه. این صحبت‌ها رو به عنوان یه نصیحت از یه فرد ساده مثل بنده، از یه عالم دینی یا هر کسی دیگه‌ای در نظر نگیرید. اینها صحبت خالق همه ما، خدای پروردگار سبحانه و تعالی است که داره به ما فرمان میده که برای رضایت اون و به دست آوردن بهشت یکی از کارهایی که باید انجام بدیم حفظ نگاه از افراد نامحرمه. پروردگارا به همه ما در مسئول نگه داشتن نگاهمون صبر بده. خداوندا همه ما رو از جمله بندگان مخلص خودت قرار بده. خداوندا شیرینی ایمان رو در این ماه مبارک به ما بچشون و اون رو برای بعد از رمضان هم تثبیت کن. پروردگارا ما رو از جمله نجات یافتگان ماه رمضان قرار بده. پروردگارا ما رو از آتش جهنم محفوظ بدار و بهشت فردوس خودت رو نصیب همه ما کن. آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. در ودای خیر، خدا یار و نگهدارتون.